بسیار خوب میشد اگر که در نزد همین بنای شرق آزاد تصور کنید از گلگشت سعدی سر می شود تا نزد بنا خیلی میدانچه خوب است. اگر همین گلگشت روزنامه‌نگاران نام گرفته می شد و در اینجا همان نیمپیکره یا که صورت های در سنگ تصویر یافته روزنامه‌نگاران شهید در همانجا گذاشته می شد، این بسیار یک کار خیر و ثوابی هم می بود. و من گمان میکنم که خستگی شاید از آنم باشد که مثلا طی چند سال آخر می شود که من همچون یک روزنامه‌نگار کمی از مد نظری دیگر را کناره ماندم و همان درد و داغ و گفتنی هایی که مثلا در وجود من است، در نهادم است و میخواستم آنها را عملی کنم و با مردم گویم و حتی اگر امکانه می بود با شاگردان درس گفته و همه چیز بکنم، همه چیز عملی نشد. گمان میکنم که من در یک کنج فراموشی افتیدم و نمیتوانم اون اندیشه های خودم رو جامعه عمل پوشانم. وقتی که او در بستر بیماری بود و هر وقت او با پیش او را غلبه میگفت، ما میخندیدیم کودکانه، میگفتیم که پدرم هذیان میگوید. ولی چون بزرگ شدیم و این چیزها فهمیدیم، درک کردیم که همان تاثیر جنگ تا به همون سالهای کودکی ما در خاطرات اون نقش بخشیده است و پدرم زخمی بود تا روزی که از این دنیا رفت. در دست چپش همان چی گویم آهن پاره های مینه در وجودش بود. شبی بود که حتی من در یک شبانه روز تا 2 کتاب خوانده تمام میکردم. شبها بخواب پدرم بسیار جنگ میکردن، میگفتن که پگاه کار کردن که در درون خانه تریزه با یک متای سیاه محکم میکردم که روشنی چراغ به بیرون نزند، پدرم باعث سرزنش پدرم قرار نگیرم و تا صبح کتابخوانی میکردم. و بود لحظه‌ای که بعضن هفته ها خواب نمیکردم، کتابخوانی میکردم و بود لحظه‌ای که تا 2 روز 3 روز خواب میکردم، از خواب نمیخیستم. من گمان میکنم که حکومت باید که دریاجیگی بر روزنامه‌نگار مستقل کار کند. توانست وقتی که تنقید خالصانه روزنامه‌نگار باید تنقید سازنده باشد، تنقید باشد که به عزت نفس تنقید شونده نرسد. یعنی ما بین تنقید و تحقیر دانیم، یعنی تنقید ما به تحقیر پیچ نخورد. من گمان میکنم که اصلا همین این یک روند بسیار ناسالم است وقتی که یک روزنامه‌نگاران در حقیقت حرفه‌ای از کشور میروند، نه تنها روزنامه‌نگاران، دیگر شخصیت های صاحب وظیفه و صاحب علم و معرفتی از تاجیکستان میروند. این یک درد است برای تاجیکستان. این باور کنید وقتی که میفهمید که فلان عالم رفته است، فلان شاعر رفته است، فلان ژورنالیست رفته است، فلان اقتصاددان رفته است، شما خود از خود آب و ادا میشوید که تاجیکستان ما رو چرا اینقدر کادرهای بهانه‌اش ترک میگن. بله، لحظه‌ای بود که با خدا رحمتی اکبر ستار ما در خانه نان قاق کافته میخواستیم یک بریده نان قاق یابیم و در آب خنک تر کرده خوریم. بسیار با موسی عیسی، با مرزا باقی، با هاشم گدا، با رحیم هاشم یک وقتهای یک لحظه نشسته بودیم. چرا در این دنیا اینقدر مردان هنرمند خورند؟ ولی خودتون چی جواب میدید؟ جواب من این است که چون هنرمندان در اکثر وقت
تنها میمانند. همان تنهایی که محمود جان واحد داشت، همان تنهایی که عطا محمد جانوف داشت، همان تنهایی که مثلا سر و سودایی که استاد شیرین کلام لایق داشت، همان تنهایی و یک راهگی که مومی قناعت به خاک برد، همان سر و سودا و سرکشی های بازار صابر، اینا همش تنها ماندن است، تنها کنار میمانند. وقتی که شخصیت ها کنار میمانند، آنها بسیار روحیه چی گوییم خسته حالی و بیمداری و احساس میکنم. من مختار باقی‌زاده هستم، با تخلص صاحب اختیار عالم افروز، سمک عیار، دولتمند سعید، بوستان افروز، جهان میر، آتش افروز و خیلی خیلی تخلص ها چیزکایی نوشتم برای خواننده امروز تاجیک. رئیس خزینه گرامیداشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان هستم. در نزد این خزینه یک نشریات دارم به نام کیهان که در آنجا فعالیت دارم و از اونجا زندگیم را میبرم و من بسیار خوش هستم که امروز در این صحبت رو در رادیوی وطن شرکت دارم و دیگر کامیابی به شما. سلام شما. یک عکس هم گیرم استاد با شما. همه چرا اینجا باشم.